نشانه های نزدیک شدن به مرگ چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی انسان همه دارایی ها، عزیزان یا شغل خود را از دست می دهد و تصور می کند دیگر هیچ آینده‌ای برای او وجود ندارد. در چنین شرایطی بعضی به پوچی می رسند و حتی دست به خودکشی می زنند. علت اصلی این است که آنها ایمان به زندگی پس از مرگ ندارند. نمیدانند چرا به دنیا آمدند و هدف حقیقی زندگی چیست. بعضی ها خودشان برای زندگی معنایی می سازند. مثلا می گویند من فقط برای خانواده‌ام زندگی می کنم. اما این هدف کوچکتر از آن است که بتواند تمام حقیقت وجود ما را توضیح دهد. اگر واقعا همه چیز فقط خانواده است، پس چرا مرگ عزیزان رخ می دهد؟ چرا خداوند آنها را زودتر می گیرد؟ تا 27. دنیا نابود خواهد شد و خداوند زمین و آسمان ها را به صورتی دیگر بازآفرینی خواهد کرد. این همان وعده الهی است.
در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده که نشانه های کوچک و بزرگ قیامت از زمان رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد. امام باقر علیه السلام فرمودند از نشانه های قیامت این است که مرگ ناگهانی زیاد می شود. همچنین در حدیثی دیگر امام صادق علیه السلام نشانه های آخر زمان را چنین توصیف می کنند: زمانی بر مردم خواهد آمد که در آن نجات نمی یابد مگر کسی که همچون غریق خدا را بخواند. در چنین زمانهایی مردم به جای آمادگی برای آخرت در غفلت و سرگرمی های دنیا غرق می شوند. عده‌ای در موسیقی و لهو و لعب، عده‌ای در جمع آوری ثروت و دنیا طلبی و عده‌ای هم در دنیای توهم و خیالات. امام علی علیه السلام درباره چنین غفلتی فرمودند: مردم در خوابند، وقتی بمیرند بیدار می شوند. نتیجه این بخش دنیا گذر است و قیامت حتمی. نشانه های کوچک قیامت از زمان پیامبر آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. غفلت، دنیا پرستی، مرگ های ناگهانی و ضعف ایمان از علایم این دورانند. تنها راه نجات تمسک به خداوند و عمل به تعالیم اهل بیت علیهم السلام است.